دوستان عزیز، آمدیم امروز یک قلعه روی تپه برای شما انشالله به معرفی بگیریم. لطفاً بیننده باشید. دوستا اگر بیننده باشید، اینجا میگه پله قلعه بوده. این قلعه یک پادشاهی امپراتوری به نام قلعه حصار. یک قلعه غیر نفوس، یعنی نفوس ناپذیر بوده. نگاه کن چقدر توندی داره. تا پله از چند طرف داشته بوده. اگر دقت کنید پله اینجا پیدایه. تا مال قدیم خدا خبره که چند هزار سال شده اینجا، یا اینکه چند صد سال این پله، یعنی روی اون تپه. البته اون برش هم شیبش خیلی زیاده، این برش هم خیلی شیب زیاده. این هم اصل خودی قلعه بوده. اینجا جزء آثار باستان، آثار باستانی یک قلعه خیلی خوبم چه بوده. منتها اینجا دیگه افروکش دارن. دوستان نگاه کن اینجا، اینا یه قلعه بوده اینجا، منتها دیگه الان افروکش ده. اینجا ریزش کرد. اینجا هم بوده منتها همه کشتن. این هم مثلا دیوار حصارش بوده. اینا قلعه حصار که میگه این بوده. دور تا دور قشنگ نگاه کنید. اصلی ساختمانش اینجا بوده، اصل ساختمان. کسی نمیتونست نفوذ کنه